راتاتوی یه غذای سنتی فرانسویه که احتمالاً شما رو یاد انیمیشن جذاب موش سرآشپز میندازه. اما امروز میخوایم به این غذای فوق‌العاده یه کم چاشنی خلاقیت با کوکتل دودی آنره اضافه کنیم. راستی کپشن این ویدیو رو حتما بخونید و توی مسابقه آنره شرکت کنید. ساقه پیاز شد. خب بعد از اینکه سس خوشمزه‌مون رو درست کردیم، حالا میایم سراغ اسلایس کردن سبزیجاتمون. راستی راتاتوی در اصل یه غذای گیاهیه، پس شما میتونید به جای کوکتل دودی حتی از سوسیس وگاس هم استفاده کنید. ببینید برش‌های نازک و خوشمزه. خب با یه قاشق سس برای کف تابه کارو شروع می‌کنیم. یک ردیف کامل بادمجون می‌چینیم. بعدش یک ردیف کدو. یک ردیف گوجه فرنگی. یک ردیف هم کوکتل دودی می‌چینیم. حالا یک ردیف دیگه می‌تونیم یه مقدار سس اضافه کنیم. دوباره بادمجون. و تمام. خب راتاتوی ما حاضره، کافیه فقط توی بشقابمون سروش بکنیم. به این صورت. چقدر هم جذابه. خب میتونیم با یه مقدار سبزیجات، میکروگرین، یه طعم تر و تازه داره و با اضافه شدن کوکتل دودی بهش یه طعم دودی خیلی خوشمزه هم گرفته. بی‌نظیره. راتاتوی کوکتل دودی رو تو خونه حتما درست کنید و یادتون نره کپشن این پست رو حتما بخونید چون این یه رسیپی جایزه داره.